سلام كمسك الختام. ای کسانی که ایمان آورده اید، ربا مخورید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و من تبعهم باحسان الى یوم الدین. الله سبحانه و تعالی می فرماید: أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید، ربا مخورید به افزودنهای پی در پی و از خدا بترسید تا رستگار شوید. سوره آل عمران آیت 130. در اولی آیت الله سبحانه و تعالی به ما مؤمنان ندا کرده می گوید: یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، ای کسانی که خود را مسلمانی کامل می شمارید، ربا مخورید به افزودنهای پی در پی. این ربا این افزودن مال است. مال رباخور همه وقت زیاده می شود. به یگان کاره، اینه که در خانه نشسته است، مال او زیاد شده ایستاده است. در دوام آیت می فرماید که و از خدا بترسید. واتقوا الله. معنای تقوا این دوری جستن از عذاب خداوند و عمل کردن به فرموده های خداوند، یعنی دور شدن از حرام کرده ها و عمل کردن به امرهای پروردگار. به این سبب خداوند میگوید که و از خدا بترسید، اتقوا الله. در دوام آیت خداوند میگوید لعلکم تفلحون، تا رستگار شوید، تا از عذاب خداوند نجات یابید. دوستان عزیز، علما یک چند سبب های منع شدن ربا را به ما میگویند. اول این که قطع شدن مهر و محبت بین انسان ها. وقتی یک کس محتاج می شود به قرض و به پیش شما آمده از شما قرض طلب می کند تا حاجتش را برآورد، شما بر او می گویید که این پول را بگیر و هر ماه یعنی که بر من اضافه بده. شما حاجت او را زیادتر می کنید. دوم این که انسان ها را به دو طبقه جدا می کند: طبقه مفتخوران و طبقه کارگران. یعنی کسانی که ربا می دهند در خانه نشسته آینه نیلگون تماشا کرده می شینند، یعنی که با دست خود عمل نمی کنند، کار نمی کنند، حالا آنکه بهترین عمل، بهترین رزق آن رزقی است که انسان با دست خود کار کرده او را می یابد. و طبقه دوم طبقه کارگران، شخصانی که در چند جا کار می کنند که تا حاجت خود را برآورند، تا برای آن رباخوران یعنی که کار کرده پول آنها را برگردانند و همه وقت در مشقت و در عذاب هستند. سوم، مفتخوران در جمعیت زیاد می شوند. چهارم، کمبغالان، محتاجان احتیاجشان زیاد می شود و تا جای می روند که به دزدی و به خودکشی و به دیگر کارهای ناشایسته دست می زنند. پنجم، عداوت و دشمنی زیاد می شود بین شخصان ربا دهنده و ربا گیرنده، تا جای می رسد که آنها یکدیگر را دشنام می دهند، جنگ می کنند و حتی یکدیگر را به قتل می رسانند. این را ما در حیات دیده ایم. و ششم، رحمت و شفقت از بین می رود. یعنی رحمت و شفقت بین انسان ها از بین می رود. شخصی محتاج او نیاز دارد که یک برادرش حاجت آن را برآورد و وقتی که می بیاد به نزد برادر که حاجت مرا برآر، این برادر باشد میگوید که مایلش من حاجت تو را می برآورم، لیکن تو بر عوض هر ماه 10% یا 20% یا 30% بر من اضافه می دهی. این حاجت برآوری نیست، این برعکس حاجت را زیاد کردن است، مشکلی را زیاد کردن است. این بود یک چند سبب های منع شدن ربا.
باز خداوند داناتر است در این مسئله. پس دوستان در آخر دعا کنیم که خداوند همه ما مسلمان ها را به راه راست هدایت کند و برادرانی که به این گناه کبیره دست داده‌اند به آنها توفیق بدهد تا از این گناه کبیره دست کشند و به درگاه خودش بازگردند. اوست رازق و رزاق، اوست رزق دهنده و در پی جستجوی رزق حلال شوند. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.